درود و وقت بخیر خدمت دنبال کنندگان کانال خلاق کرده. امروز میخواییم یه دونه صندلی تاشوی مسافرتی درست کنیم. برای این کار احتیاج داریم به چند تکه چوب، دو عدد لولای کوچیک، دو عدد پین آهنی و مقدار پیچ چوب پیچ. خب بریم بسازیم. خب ابتدا این سه تا چوب اگه به عنوان پایه استفاده میشه اندازه میگیریم. من طولش رو 28 سانت گرفتم. از وسط یه خطی میکشید و سوراخ میزنید به این صورت. یه چوبا رو یه طرف دیگه‌ش هم وسطش رو سوراخ میکنیم. دقت کنید وسط چوبا رو سوراخ میزنیم، پین آهنی رو داخل میدیم. اون یکی پین آهنی هم داخل قرار میدیم. به این صورت. خب حالا یک تکه چوب به این قسمت پیچ میکنیم. به این صورت. خب حالا این قسمت رو لولا میزنیم براش. پیچی میزنیم. این لولا هم برای این قسمتش.
حالا این تیکه چوبم این قسمتش میذاریم. خب این به این صورت. البته خدمتتون بگم میتونید سایزهای بزرگترش هم درست کنید. حالا من اصل روش ساختش رو خدمت شما گفتم، شما دیگه هر سایزی دوست داشته باشید میتونید بسازید. حالا من کوچیک درست کردم که فقط ببینید طرز ساختش چجوریه. ببینید این پایه وسط میاد اینجور قرار میگیره. دقت کنید، بخواید جمعش کنید این پایه رو جمعش میکنید به این صورت در میاد. راحت توی کوله جا میشه، توی صندوق ماشین جا میشه و خیلی صندلی خوب از اون قیمت وسیله نمیخواد واقعا. دقت کنید. خب دقت کنید ببینید این پایه به صورت بارید بیرون میاد، پشت اون یکی پایه قرار میگیره و کیفیت خیلی خوبی داره، محکم میشه. از هر چوبی میتونید استفاده کنید برای این صندلی. خب دوستان با هم طرز ساخت این صندلی تاشو را دیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سابسکرایب یادتون نره، لایک و کامنت، دکمه زنگوله را فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. خیلی ممنون، تشکر.